درود به همه همراهان عزیز. آموزش دیگر رو در بخش حس کننده‌های مجاورت یعنی پروکسیمیتی سنسور حاضر ما می‌خواهیم در بخش سیمکشیشان و همون یک معلومات کوتاهی هم گفتیم در بخش NPN و PNP بودن همین حس کننده‌ها با یکدیگر خوب بررسی کنیم. بخش سیمکشی خود حس کننده خیلی ساده است. اگر همه اینا را ما ببینیم یک نوع سیم دارن، اکثرا میگیم یک استاندارد علاقه معین شدگی هست. در خود همین حس کننده ها اینجا ببینید 3 سیم هستند، اکثرا 3 سیم هستند. دارن نوع هایی که 4 سیم و 5 سیم هم هستند. خب 3 سیم را ببینید ما یک نوع کبود داریم، کبودی آبی داریم، یک نوعی بگیم خاکستر رنگ داریم و یک تا سیاه داریم. در همه نمود حس کننده ها این کبود منبع تغذیه‌اش است منفیش. خب اگر بگیم 24 ولت باشد منفی 24 ولت، اگر 12 ولت باشد منفی 12 ولت. خاکستری هم که این مثبت همون است، اگر که 24 ولت باشد مثبت 24 ولت، 12 باشد مثبت 12 ولت. خب که ما 220 که نداریم از این نوع، فقط این مثبت خاکی مثبت 24 ولت و کبود هم منفی 24 ولت که همون 0 ولت. و این سیمی که سیاهی که ما از اینجا میگیریم این سیاهی هست که سیگنال علاقه حاضر ما یک منبع نیاز داریم. وقتی که با این حس کننده ما یک منبع را تغذیه میکنیم بدنم شروع میکند وابسته به همون اشیایی که در نزدیکش میبیند خب چی میکند؟ آغاز میکند با سیگنال دادن با همین سیم. خب همین سیم سیاه در همه نوع حس کننده های مجاورت این سیم همون سیگنال است. بسیاری از حس کننده اگر در برشون بینیم ما یک چی داریم، یک معلومات خوردک در اینجا مشاهده شده است، یک سخمه خیلی خرد هست. بعضی هاشون هم در اینجا می نویسن. بینید اگر این نوعی که ما داریم در اینجا نوشتگی است که اگر که معین کی باشد خودش میگه BN براون این هست منبع ای 10 تا 30 ولت یعنی همون 24 ولت ما هست این نوعش. BK ما هست بلک یعنی سیاه ما NPN نرمال اوپن یعنی نوعی کشوده است. بلو هم 0 ولت ما است. خب اینجا معین است، یعنی همین معلوماتی که اینجا ببینید NPN که در ما میگه وقتی که در حس کننده نوعی NPN باشد شما اینا به نظر گیرید که سیگنال همین سیاهی که از شما هست این 0 ولت میتید. زمانی که همون اشیا را دید یعنی با همین سیم در شما 0 ولت میتید. اگر PNP باشد در همین سیم با شما چی میتید؟ مثبتی همون میتید. اگر 24 ولت باشد مثبتی 24 ولت، اگر منفی باشد اگر 12 ولت باشد مثبتی 12 ولت. خب حاضریت این حس کننده رو با منبع تامین میکنیم و میریم سراغ چگونه معین کردن همین حس کننده ما که این بگیم NPN است یا که PNP. خب یک بار ما دو تا از اینا میتونیم که سیمشون رو پیوست کنیم. حاضر پیوست میکنیم و بعدا هم دوام میدیم. اینجا ما سیم کشی رو انجام دادیم. بینید اگر مثبت ما هست همین خاکی که گفتیم، منفی ما بود که بود ما یک سیمی را علاقه اینجا هر دو سیاهی این علاقه موندیم. خب هر دو حس کننده ما که اینو متالی هستن یعنی ایندوکتیو هستن. بینید با دیدنی علاقه اشیای متالی حس میکنن. خب سر اول ما میریم تست را میمونیم قسمت مثبت دویم، قسمت جریان دویمی. خب حتما سیما را که درست باید که گذارید. من میرم سر اول در این میگذارم. بینید در حالتی و یک طرف تستر بیم منفی اگر اینجا باشد اینم در 0 ولت مونده. بینید از ما چی داد؟ منفی 24 ولت حاضر. منفی 24 ولت از ما منفی داد. خب جای سیما رو عوض کنیم یک بار. منفی را جا مونم برای این منفی بود ما اشتباه کنیم. مثبت اینجا. بینید از ما وقتی که اشیا نیست این حالت مقرر باید یگان چیز نباشد، نه 0 ولت باشد و نه بگیم 24 ولت. خب من 0 ولت آمدم در منفی منبع پیوست کردم، از این قسمت مثبت گرفتم. ببینید از ما زمانی که من این آهن نزدیکی چی میبرم، ایندیکاتور نزدیکی دچک میبرم علاقه روشن میشود و به ما
مثبت 24 ولت میتید. خب اگر من این قسمت در مثبت 24 ولت گذاریم، بیار این گونه کنیم، اینجا فرض میکنیم که حاضر از من مثبت درست داد، حاضر بعد بو بند میگردیم، ببینید از ما الکه 24 ولت داده است. یعنی در حالت مقرری گفتیم این باید که این نتید. انا همین اشتباه هیچ وقت انجام ندید. زمانی دیدید که شما یک طرفی تست را گذاشتید در حس کننده و یک طرف دیگر در یگان طرف منبع الکه در شما داد، یگان منبع داد، این معنی اون دارد که الکه شما نادرست چین کرده ایستادید، باید یگان چیز نباشد اینجا. خب من با گشته این اگر مثبت در اینجا مانا و منفی را اینجا، ببینید حالت مقرری ما یگان چی نداریم، منبع نداریم، نه 24 ولت نه 0 ولت. خب با من چی داد؟ مثبت 24 ولت. یعنی از اینجا معین می شود که این حس کننده که من دارم این نوع PNP است، یعنی از این سیم من مثبت 24 ولت میگیرم. خب اما برای این نگاه کنید، برای دیگر حس کننده من همین گونه اگر اینجا سیم اگر وصل کنیم با من 23.84 ولت مون، یعنی حاضر یگان چیز دیدگی نیست. این اکنون بعد میبینید حاضر یعنی نشونه اون است که من الکه سیمو رو خطا از تست ما خطا چین کرده ایستادم. من این گونه من کردن نمیتونم که این پین است یا که PNP. باید طرزی گذاریم که یگان از من نه 0 ولت نشون دهد و نه 24 ولت. خب ببینید منفی که اینجا که گذاشتیم در حس کننده در خروجش، اینجا حتما مثبت در این میگذاریم. ببینید از ما هیچ چیز نداد، مثبت در یک طرف، منفی را در یک طرف. خب زمانی که ببینید حس کننده ما که اینجا می شود 24 ولت الکه به من داد. خب 24 ولت اینه. خب یعنی این نوعی که من در اینجا دارم این بروش هم نوشتگی بود، این نوعی NPN است. خب ببینید NPN نوشتگی است، بلک NPN نرمال اوپن. خب نوعی که شده، یعنی شما ساده تر بگیم زمانی که میخواهید که نوعی حس کننده تون معین کنید که PNP است یا که NPN، حتما که باید تست را طرز وصل کنید بین منبع و حس کننده که بگیم یگان شدت به شما نشون ندهد. حاضر دیدین ما خطا پیوست کردیم با ما شدت 24 میدهد، بعد شما اشتباه میکنید که فکر میکنید که این الکه مثال دو دست است یا که این الکه نوع مقابل است. مثلا اگر NPN میشه شما اشتباها فکر میکنید که این PNP است. فقط شما درست باید سیم تست را گذارید و درست به منبع طرزی گذارید بین منبع و خود حس کننده، یعنی تست دچکی خطون که یگان شدت شما نداشته باشید. وقتی که اشیا را نزدیک هم حس کننده که میبرید، ببینید اینجا ما اشیا را که موندین الکه شما منبع حاصل میکنید. خب اگر طرف منفی شما در حس کننده باشد این NPN است، اگر طرف مثبت شما در حس کننده باشد ببینید اینجا مثبت من است، این چی است؟ این PNP است. خب این PNP. خب با همین اصول شما نوع PNP را از NPN گیم جدا میکنید که حس کننده شما PNP است یا که NPN.